جوان به بیماری سخت گرفتار شده بود. لحظه‌ای که در کت بیماری خوابیده بود، فرشته به نزدش آمد و گفت: راه بهشت را انتخاب میکنی یا راه عمر را؟ جوان گفت: بهشت. فرشته گفت: پس یک قدم به سوی پیش گذار، یعنی به سوی بهشت. جوان قدم اولینش را به سوی بهشت گذاشت و صدای گریه به گوشش رسید. جوان گفت: این صدای گریه کیست؟ فرشته گفت: صدای گریه دوستانت است که تا 1 سال تو را عزاداری میکنند و بعداً تو را فراموش میسازند. جوان قدم دومش را گذاشت. صدای گریه بلندتر به گوشش رسید و گفت: این صدای گریه کیست؟ فرشته گفت: صدای گریه همسرت است که تا 40 روز تو را عزاداری میکند و بعداً تو را فراموش میسازد. جوان قدم سومش را گذاشت. صدای گریه بلندتر به گوشش رسید که واقعاً هم جان جوان را سوزاند. جوان گفت: این صدای گریه کیست؟ فرشته گفت: این صدای گریه نفر است. صدای گریه آن ذات است. صدای گریه آن شخص است که تا جان در تن دارد در غم تو می سوزد و هیچگاه تو را فراموش نمی سازد. این صدای گریه مادرت است. در حقیقت هم دوستان، مقصد از روایت این حکایه، این قصه در چیست؟ یگان مادر نمی خواهد که بر پای فرزندش خار خلد. مادران همیشه برای فرزندان غمخوار و غمگسار هستند. از این خاطر می سزد که هر یک ما مادران را دوست بداریم، آنها را در زندگی همیشه احترام کنیم.